بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خیر مقدم، خوش آمدگویی خدمت دوستان قدیم و جدید. خیلی خوشحالم که توی این جمع فرهیخته در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که این جلسه مورد رضایت حضرت صاحب قرار بگیره و قدمی باشه برای اتفاق بزرگی که میخوایم با همدیگه رقم بزنیم. به رسم ادب یاد میکنم از همه معلم هایی که داشتم تا این لحظه، معلم هایی که تاثیرگذار بودن در این لحظه ای که اینجا وایسادم و معلم های هممون، معلم هایی که ما رو این گونه تربیت کردن که پای معلمی بایستیم، پای چیزی فراتر از خودمون. خدا رو شاکرم و برای همه اون عزیزان طلب مغفرت میکنم. اما قصه چیه؟ در خدمت دکتر نصرت هستیم که حالا دوستان زیادی از این جمع میشناسن ایشون رو. رئیس پژوهشکده علوم شناختی، معاونت سابق بگم جدید، ستاد علوم شناختی و کسی که سالهای سال دست بر آتش مدرسه و معلمی و درد معلم بودن رو داشتند و توی این راه قدم گذاشتند. برنامه امروز درباره یک فضایی به نام معلم بودنه که توضیح مفصلش رو توی بخش‌های مختلفی از جلسه با هم دیگه خواهیم داشت. جلسه امروز به 2 بخش تقسیم میشه تا حدود مثلا 10:30. پارت اول رو در خدمت های دکتر هستیم و مبانی زیرساختی که قراره که این فضا روش سوار بشه رو گفتگو میکنیم و پارت دوم ادامه جریان رو در خدمت ایشون هستیم. در انتها هم بنده دوباره مزاحمتون میشم برای اینکه خود فضای دوره هنر معلم بودن رو با همدیگه یه ریویوی داشته باشیم. از اینکه وقتتون رو تو این جلسه میذارید و حوصله به خرج میدید و اصطلاحاً پای دانش آموزانی وایسادید که به خاطرش الان اینجا هستید، از همتون متشکرم. ما 2 بخش سوال و جواب رو هم داریم، انتهای پارت اول و انتهای پارت دوم. اگر کسی سوال داشته باشه اون لحظه هماهنگ میکنیم و در خدمتتون هستیم. با صلواتی من آقای دکتر از شما دعوت میکنم که تشریف بیاورید. الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشنودم از فرصتی که فراهم شده در یک صبح بهاری دور هم جمع شدیم و داریم گفتگو میکنیم در ارتباط با یکی از عمیق‌ترین و تأثیرگذارترین لایه‌هایی که در زیست خودمون تجربهش کردیم و میتونیم که تجربهش کنیم. هنر معلم بودن از آزادترین و شادمانترین لحظه ها و فرصت هایی که در پیش روی ما قرار داره. ما راجع به 3 حوزه عملاً به نظرم میرسه که گفتگو میکنیم. یکیش الانی که همونطور که گفتن خب تو این بخش اول یک کمی عمیق‌تر میخوایم بشیم و راجع به این واژه ها با هم دیگه گپ و گفت بیشتری داشته باشیم، ببینیم که ما داریم راجع به چه چیزی صحبت میکنیم. آیا از جنس جملات و مطالبی است که گاهی توی مثلا فرض کنید که تلویزیون و رادیو و مجالس خلاصه به صورت خیلی سطحی سری واژه ها رو سبز باشید نمیدونم فلان از اینا مثلا داریم گفتگو می‌کنیم پیش بینیم، یا هر کدوم اینها
پشتش یه عقبه عمیق سنگینی قرار داره. توی بخش اول راجع به همین هنر معلم بودن کمی گفتگوی بیشتری میکنیم. بیاین راجع به این یک کمی با هم بیشتر فکر کنیم. 3 تا واژه اینجا کنار همه. یکی راجع به معلم، یکی راجع به معلم چی؟ بودن، و سومی چی؟ هنر معلم بودن. معلمی رو از شغل معلمی جدا کنیم، اون چیزی که الان داریم راجبش میگیم، برای خاطر که راجع به بودن معلم بودن داریم صحبت میکنیم. یه کسی رو شما میبینید که ساعتهای زیادی سر کلاس میره، اما بودنش بودن معلمی نیست. مثلا میگی که ایشون کاسبه، اومده توی مدرسه ولی معلم نیست. اگه قراره که معلم باشه یعنی چی؟ بعضی ها هستن که شاغلن. خب بالاخره ما باید یه شغلی بریم، یه درآمدی کسب کنیم، اونم خیلی خوبه. گفت الکاسب و حبیب الله، اونم خیلی خوبه، ولی فرق داره، این یه چیز دیگه است، نه که اون بده. معلم بودن چیه و ما داریم به چه چیزی اشاره میکنیم؟ بودن یه معلم. دلم میخواد که راجع به این کمی تأمل کنیم، فکر کنیم و این سوال رو از خودمون بپرسیم. اگر از دوستان بپرسم بتونیم که یه جوابی راجع به این داشته باشیم. هنر کجا سر کلش پیدا میشه؟ ما توی این جلسه تصورم این است که خب بیشتر میرسیم به معلم بودن گفتگو کنیم و تا جایی که بشه من راجع به هنر هم چیزی خواهم گفت، ولی به لحاظ زمانی حدسم این است که یه کمی راه داشته باشیم تا بخوایم اون رو هم عمیق‌تر واکاوی کنیم. در نهایت امروز ما میتونیم که راجع به اینا یه کمی گفتگو کنیم و اشاره کنیم به یه سمتی. خود اون به نظر مثل که کار زیادی داشته باشه، یه دوره مفصلی نیاز داشته باشه تا های عمیق‌تر و عمیق‌تر شیم، اما الان میتونیم که اشارهش رو انجام بدیم، میتونیم که این بیشتر واکاوی کنیم مفاهیمی که باهاش سر و کار داریم رو. کار هنری بغیر از اینه که از من هنرمند صادر شده، در مخاطبان شروع میکنه کار کردن، اونجا اثر بخشی داره. مادامی که کار هنری، کار معلم همچون یه کار هنری، ممکنه یه ترم یه سال بره سر کلاس، مادامی که اونجا داره اون کار هنری است، وقتی است که داره در جان مخاطبینش داره کار میکنه و اونها رو به کار میگیره. اثر هنری اینجوریه. وقتی که ما مثلا فرض کن اثر هنری رو گفتیم، حالا یه نمیدونم مثلا فرض کنید که یه تابلویی، یه نمیدونم کوزه‌ای، یه چیزی مثلا فرض کن گذاشتیمش توی عرشبت که یه موزه، اونجا دیگه اون کار رو نمیکنه که اون زمان در زیست و زندگی اون آدما تأثیرگذار بود و اثر بخش بود. چطوری ممکنه که کار هنرمند معلم در یک دوره‌ای که با بچه‌های خودش هستش، و اینجا چون میدونم که خب دوستانی از لایه مدیریت مدرسه هم هستن، چطوریه که اثر هنری من میشه مدرسه من، تمام ساز و کاری که اونجا مونده. بحثای نسبتاً جدیدیه بعد از رویکردهای جدیدی که تو علوم شناختی داشتیم به مدیریت، که ما توی این جلسه ممکنه یه اشاره بکنیم، اما اون برای یه موضوع یک جلسه جداگانه دیگری میشه بازش کرد.
الان ما رو معلم با اون چه که در کف کلاس درس اتفاق میفته و معلمین راهنما و مشاورین مدرسه، کسانی که برخورد مستقیمی با دانش آموزان دارن، داریم گفتگومون رو باز میکنیم. راجع به چه چیزایی اگه بخوایم حرف بزنیم، راجع به چه چیزایی باید صحبت کنیم؟ الان چه تئوریای مهمه؟ چه دانشمندانی رو باید بیایم بگیم؟ این بیرون چه خبره تو این عالم؟ چه مقالات جدید اومده؟ چه کتابای نوعی اومده؟ ما چه چیزای نوعی رو باید ببینید اون بیرون باید مطالعه بکنیم. این سوال رو داشته باشین، یه کمی روش بیشتر تأمل کنیم. شاید این دوره نقطه شروعش جای دیگری باشه، جایی که ریشه در درون ما داره و ما میتونیم که از دنیای درونمون بهش دسترسی پیدا بکنیم. بودن ما به عنوان معلم بودن بشه. توی بخش اول 5 تا سوال رو میخوام که جواب بدیم، آخرش که برسیم این 5 تا سوال یه بارم مرور کنیم ببینیم که به همش رسیدیم یا نه. سوال اول اینه که عرصه تربیت و معلمی کجاست؟ معلم داره کار میکنه، درس میده، کجا دنبالش بگردم که ببینم این چقدر اثر داشت؟ مثلا تو نمره های بچه ها، توی تعداد مثلا قبولی کنکور مثلا، خب کجا دنبالش بگردم که بگم این کار کرد اونجا؟ سوال دوم اینه که ما معلم بودن رو چطوری بفهمیم؟ چقدر خوبه که بریم کتاب‌های زیاد بخونیم، پادکست‌های زیاد گوش بدیم، یا نوعی که میریم سراغ فهم و درک و لمس معلم بودن چیزیست که داریم تو فضای هستی شناسی، پیدار شناسی صحبت میکنیم. سوال سوم اینه که ما نتیجه کار هنرمندانه معلم رو کجا سراغ بگیرم؟ اگه خواستین به من نشون بدین، خب کجا دنبالش بگردم؟ این که بگم در جان بچه ها، یعنی دارم راجع به چه چیزی صحبت میکنم. سوال چهارم اینی که اینا که شما گفتین خیلی خوب، دستتون درد نکنه، چقدر قشنگ راجع به معلمین و معلمی و معلم بودن و هنر معلم بودن برای ما صحبت کردیم. خب اما اینا که گفتی برای منم میشه؟ آیا برای من هم امکان پذیر است؟ آیا میشه هنر معلمی رو اونطور که معلم رو یک هنرمند ببینیم و اون کاری که کرد رو به عنوان یک از کار هنری بتونیم واقعا تلقیش بکنیم؟ همچین چیزی امکان پذیره یا نه؟ بعضیا خدا بهشون داده ذاتاً اینو دارن، بقیه هم که عرض شود که به امان خدا، خلاصه اونایی که ذاتیشونه اونا میتونن برن. آیا اینطوریه یا در دستان من هم میتونه قرار بگیره؟ و سوال پایانی اینه که اگر که معلم شد و معلمی کرد، خب توی بچه ها ما چطوری، یعنی کلاسی که داریم میگیم کلاس درس، که خیلی وقت ممکنه که حتی کلاس درسش هم از الگوهایی که تو ذهنمونه شکسته بشه، اصلا یه جور دیگه بشه، یا حتی کلاسی که بچه ها اتوبوسی به اصطلاحاً میشینن مثلا، چه فرقی داره؟ معلم داره معلمیشو میکنه، معلمی میکند و شما اینو دارید میبینید. اونجا چجوری اون کلاس درس چطور خواهد بود؟ این موضوع آخر موضوعی است که ما به کرات راجبش صحبت کردیم و نمونه های خوبی از روی این در اومد. یه اشاره مختصری من به این خواهم کرد.
مثلا فرض کنید که هفته گذشته 6 روز پیش همین ساعت اینجا دوستانی بودن از اون مدرسه که الانم برخی دوستان تشریف دارن که اونا عملا چند ساله که هی عمیق‌تر و عمیق‌تر بردن این حرفا رو شروع کردن توی مدرسهشون اجرا کردن و نمونه هایی داشتن که ارائهش کردن. من راستش الان راجع به اون کمتر دارم صحبت میکنم، به اشاره اون زمانی که برسیم ازش میگذرم. این 5 تا سوال گفتگوی ماست، اما سوالات همچنان بازه و یه فضای خواهیم داشت اگر که شما سوالی به اینا اضافه کردین با همدیگه گفتگو کنیم، یا پاسخ بهتری برای اینها داشتین یا پاسخ بهتری برای سوالات جدیدی که ایجاد میکنین، فرصت کوتاهی خواهیم داشت که با همدیگه بهش بپردازیم. اما سوال اول، این 5 تا رو یک به یک با من بیاد جلو و هر کدومش داره یه زیرسازی میکنه، زیرساختی رو آماده میکنه واسه لایه بعدیش. سوال اول این بودش که تربیت در کجا قراره که اتفاق بیفته؟ کلاس میذاریم دانش به بچه ها یاد میدیم، کلاس میذاریم تابستون برنامه تابستونی میذاریم، مهارت هایی رو به بچه ها درس بدیم، نمیدونم. خب آیا در لایه دانشی و در لایه مهارتی مسئله ما حل میشه؟ به این دوتا مفهوم علاقمندم خوب دقت کن. یکی بهش میگن ready to hand، یکی بهش میگن present at hand. اینا چه فرقی داره با هم؟ مفهوم ready to hand اون جاهاییست که ما بهش میگه on the court، کف زمین بازی زندگی داریم زندگی میکنیم، داریم پیش میریم. اما یه وقتی هستش که ما اونجا زندگی نمی کنیم، ما یه مفهومی رو گرفتیم فراروی خودمون و داریم اینو مطالعهش میکنیم، داریم بهش نظر میکنیم. این میشه پرزنت ات هند. دوستانی که رانندگی کردن، روز اولی که داشتیم راجع به رانندگی میخوندیم، داشتیم پرزنت ات هند نگاش میکردیم. رانندگی دارای این قسمت ها هستش، باید به این نکات توجه داشت، ویژگی های راننده خوب اینه، صفات یک راننده خوب، و شروع کردیم راجع به اینا خوندن. داشتیم راجع به رانندگی میخوندیم، اما هیچ جایی نبودش که ما رانندگی کنیم. اولین باره که شما نشوندن پشت اشارت که فرمون و اون صندلی رو گفتن که دیگه الان بیا شروع کن دنده رو بزن و برو جلوی اینا، هر کسی به نوعی بالاخره ما هنوز داشتیم انتقال میدادیم اونی که پرزنت ات هنده بیاریمش توی عرصه‌ای که داره زیست میشه، داره جلو میره. ولی وقتی که این شد یه طوری، یعنی راننده بودن هنوز هنر کسی که رانندگیش هنر رانندگی من صحبت نمی کنم و خود راننده بودن وقتی داره رانندگی میکنه، خب آقا با کی بریم اونجا؟ میگن که خب ایشون ماشین داره، راننده هم هست، سوار میشه، یا علمه سوار میشه میره. تو را شروع میکنن صحبت کردن، دارن گفتگو میکنن، گپ و گفت دارن راجع به موضوع صحبت میکنن. در ضمن حالا اگر که با خانوما باشن معمولا اشرافت که یه خوراکی هم ممکنه اشرافت همراه کرده باشن و دارن پوست بکنیم بدیم به ایشون. خب داره این پیش میره و داره رانندگی میکنه بدون اینکه یه دونه از اون چیزایی که روز اول قرار خونده باشه تو ذهنش باشه، اما داره رانندگی میکند. چرا؟ چون ایشون راننده است. بهش میگی که ببین تو کی کلاج میگیری، کی ترمز میگیری. اگه بخواد به این فکر کنه اصلا دیگه رانندگی نمیتونه بکنه. یه وقتی بودش که داشتیم به عنوان یک موضوع پژوهش یا موضوع یادگیری فراروی خودمون رو برده بودیم، داشتیم دربارش صحبت میکردیم. یه وقت دیگه داریم اونطوری داریم زندگی میکنیم. یه مثال دیگه من میزنم، یه مثال هم شما بزنین که مطمئن شیم اینو جا افتاده. شنا. وقتی که کنار استخر وایسادیم داریم راجع به شنا کردن داریم درس میخونیم، تاریخچه‌ش رو میخونیم
ارشد کسانی که توی ارشد که المپیک مثلا فرض کن راجع به شنا کردن صحبت کردن و یه عالمه اطلاعات عمومی داریم. کسی که اطلاعات عمومی زیادی دارد اگر که بهش بگی و تا حالا یه بارم تو آب نپریده ها، بندازینش تو 4 متری چی میشه؟ او به خوبی در ارتباط با حرکت هماهنگ دست راست و پای چپ نمیدونم داره چیز خونده، نمیدونم راجع به فیلم دیده، کانتنت آموزشی درست کردیم گذاشتیم رو اینترنت بهش دادیم، خونده، امتحان داده و عرض شود که یکی از این دانشجوهای ما این خانم احمدی نسب اینجا نمره 20 هم گرفته زمان کرونا از تربیت بدنی. آیا ایشون میتونین بهش بگین ایشون شناگره؟ بودن شناگره؟ شما وقتی که بودنتون بودن راننده بود، خب کی و داشتین زیسته، یعنی اونجا داشتین اونطوری زندگی میکنین، زندگی خودتون هم توی رانندگیتون منعکسه، معلومه که آرام رانندگی میکنین، تندین، الان چه احوالی دارین، کاملا مثل امضای رانندگی راستش. و دیدین تو رانندگی ماشینا راننده ها با هم حرف میزنن، یکی میاد به اینور هول فشار میده خب که اینو بکشه بره، یا ترمز میکنه که شما بفرمایید، یا بهش راه نمیده داره فریاد میزنه که حق منه. خب زبان رانندگی اونجا ساری و جاریه. کی ممکنه که یک راننده حالا پرزنت ات هند یه دفعه موضوعش بشه شروع کنه راجع به رانندگی و راجع به ماشینش صحبت بکنه؟ صبحها وقتی که شما بلند میشین ماشین رو استارت میزنین، هر شود که راه میافتین میرین، خب اصلا فکر نمی کنین که این ماشین مکانیزمش چیه، نمیدونم گاز کلاش ترمز چجوری باید بگیرم این حرفا. خب امروز صبح هستش، در ضمن دارین دیر میرسین به محل کار، باید یه کمی تندم برین. بدو اومدم، صبحانه هم خواستین بخورین، خورده و نخورده و یه لقمه دکتر یه لقمه گوشه لپ به قول شیرازی‌ها خب نشستی اونجا، یعنی اومدین نشستین حرفا، استارت رو میزنی که من الان باید برسم، استارت میزنین روشن نمیشه. چی شد؟ دوباره استارت میزنم روشن نمیشه. الان به این فکر میکنم که این ماشین نکنه که سیستم بنزین رسانی، ماشین یه چیزی داره به اسم سیستم بنزین رسانی، یه چیزی داره به اسم سیستم برقی و الکتریسیته. من شروع کنم راجع به اینا رو شروع کنم فکر کردن. سوالی که در پیش روی ما هست اینه که کدوم یکی اینا جایی است که میخوایم تربیت اثر کنه؟ آیا مسئله تربیت، این که میگم تربیت، قرارمون با همینه که اینو معادل واژه ایژوکیشنه، عین چیزایی که برای ریاضی و فیزیک و علوم و فارسی و اینا میگیم، عین همون هم برای مثلا فرض کن مفاهیم مهارت‌های اجتماعی، هیجانی، سوشال ایموشنال لرنینگ، معنوی، برای اینا هم همونا رو میگیم. هیچ فرقی نداریم. ما داریم راجع به یادگیری صحبت میکنیم. سوالم اینه که الان به من بگید که یادگیری در کجا اتفاق میخواد بیفته؟ شما هدفتون چیه؟ هدف کلان مدرسه ما و دوره‌ای که میخوایم کار کنیم، آیا اون لایه دانشی است که ما بیرون بودیم راجبش حرف میزدیم، یا اون است که تو زیستمون قراره اثر کنه؟ کدومه؟ نقطه اثر تربیت قراره که کجا باشه؟ اگر قراره که بره تو زیست بچه ها پس روش آموزشی چی خواهد بود؟ ایژوکیشن اونجا چی تعریف میشه؟ اونجا هم باید کلاس بذارم؟ آیا کلاس شنا گذاشتم بچه منم نمره 20 گرفت شناگر شد؟ آیا اونجا هم یه کلاس مهارتی بذارم کافیه؟ ما چی کار باید بکنم؟ سوال اینجا اینطوریه. ما توی ردی تو هند ها میبینیم
الگویی که توی اونجوریه که توی جریان زندگی ما داره زیست میشه و اینجا رو دارم میگم. اونایی که داریم راجبش صحبت میکنیم معمولا از جنس دانشیه. بذارم بیام شما هم ببینید. معمولا از جنس دانشیه، این ذهنیه، تو ذهنم راجبش صحبت میکنم. اما اینا قصهش فرق داره. در فضای آگاهی تحقق پیدا میکنه. شما بهش دسترسی پیدا میکنید در دنیای خودتون، اما ممکن راجبش نتونید حرف بزنید. شاید نتونیم بگین که راننده تو سربالایی نیم کلاج چطوری باید بگیره، ولی دارین عمل میکنین، زندگی میکنین. معلومه؟ این سوال شماره 1، زیرساخت شماره 1. سوال شماره 2، ما با چه روی کردی میتونیم راجع به این صحبت کنیم؟ ما دو نوع میتونیم که گفتگو کنیم و گفتگومون رو ادامه بدیم. یکی اونی که بهش میگیم رویکردهای معرفت شناسانه. معرفت شناسانه دانشی، راجعش مطالعه میکنن. اونی که داره تئوری ها و نظریه های ارشد که ورزشی رو راجع به اون شنا مطالعه میکنه، امتحان میده، دوستان پایان نامه میده. بهش بگو الان بلند شو سر کلاس. سوت و کف و هورا، این پایان نامه داره با رتبه عالی پذیرفته میشه. خب ولی هیچ کدوم اینا چیز نیستش، ارشد که اونو نیستش که او داره اونجا زیست میکنه و داره عمل میکنه. در ارتباط با رویکرد هستی شناسانه، پدیدار شناسانه است. این یعنی چی؟ هستی شناسی، پدیدار شناسی یعنی چی؟ جایی که ما در دنیای درونمون بهش دسترسی داریم، چه بتونیم دانشی راجبش حرف بزنیم چه نتونیم. یه کنسرت خیلی خیلی برجسته است. ما وقتی در دنیای ذهنی هستیم خیلی تحلیلی اندازه‌گیری میکنیم، عرض شود که معیار رو زیر معیار میذاریم، تا صدم ثانیه رو میتونیم اندازه‌گیری کنیم، تحلیل کنیم، به هوش مصنوعی بدیم، از روش یه دونه پترن ریکاگنیشن کنیم، ببینیم که این الگوها چه شکلی بود. یا آدم اینستا میتونیم راجعش صحبت کنیم. نگاه کنین تو این کنسرت، خب که کنسرت برجسته است که داره ارائه میشه، شما اینجا فکر کنم خیلی نبینید. از این بالا خب آدما اشد که بلیت گرفتن، با چه قیمتی رفتن اونجا و دارن این کنسرت رو تماشا میکنن. خب یکی از این آقایون هستش که گفتن که بیا کنسرت آمده، خب کنسرت برجسته موسیقی، ولی ایشون کره، ناشنواست. ذهن آنالیتیک فوق‌العاده داره. این آدم چی میبینه؟ وقتی که آنالیتیک داره، تحلیلی، محاسباتی داره نگاه میکنه به اون موسیقی، به اون کنسرت، داره نگاه میکنه میبینه که با چه دقت و نظمی اینا دارن عرض شود که این وسایل رو به کار میبرن، دستشون تکون میخوره، اون یکی داره همه اینا رو داره میگیره، داره اندازه‌گیری میکنه، داره این موسیقی را تحلیل میکند، اما در دنیای اون موسیقی قرار نمیگیره. بغل دستیش که یه دونه از این کارا رو بلد نیست، اما اونجا گشوده و آزاد نشسته و در مواجهه با این موسیقی قرار گرفته، خب اون چه درکی در دنیای خودش از موسیقی داره. ما دو جور نگاه این موسیقی میتونیم بکنیم. اینا عرض کردم که از راسل مثال اول بار دیدم و چه چیزیه واقعا. در دنیای، اونجا گفتم دنیای راننده، دنیای شناگر، دنیای کسی که داره موسیقی رو داره درک میکنه،
در این دنیا چگونه داره پدیدار می شود. خب در مقابل اینی که بگیم که ما خیلی خوب راجبش دانستیم، تحلیلش کردیم، اندازه گیری کردیم، محاسبه کردیم. یه مثال دیگه هم بزنم و از این رد شیم. اینو میبینین؟ دنیای چی؟ مادر بودن. دنیای مادر بودن. کی دنیای مادر بودن رو میفهمه؟ از کی بپرسم مادر بودن چه جور چیزیه؟ از کی بپرسم؟ از مادر بپرس. نه از خانوماها، از اونی که مادر بود. ببینید حتما خیلی از خانومای که تجربه مادر بودن رو دارند ممکنه که این تجربه هم داشته باشن که قبل از حالا سنینی که مدرسه میرفتن، حتی بزرگتر بودن، ممکنه دانشجو بودن اما هنوز مادر نبودن، میگفتن که آقا این شستن و تمیز کردن بچه رو دیگه من نیستم. همه چیشو دوست دارم، بچه دوست دارم، اما اینو دیگه نه. همین کسی که حاضر نبود طرفش بره، با من هستین؟ اولی که بعد ازدواج بچه دار شده این حرفا، آقا این بچه یه روزه 2 روزه که مزاجش همون مزاجش کار نکرده، نگاه میکنیم که این نمیتونه آرام بشه، داره گریه میکنه. شده یا نشده؟ شده یا نشده؟ داره گریه میکنه. تو که اون بودی که دنیای این شدی دنیای مادر بوده. همون قصه مزاج و فلان حرفا خب در این دنیا یه طور جدیدی داره معنا میشه. معلم بودن دنیاش چطوریه؟ حالا مادر بودن رو پرسیدم، معلم بودن رو از کی بپرسیم؟ از کی بپرسیم؟ از معلم بپرسیم. پرده بعدیش هم راجع به هنره، یعنی اون هنرمند بودن وقتی راجع معلم بودن صحبت میکنه. پس روی کردی که داره در دنیای اون آدم داره نگاه میکنه، رصد میکنه، اون و بحثش اینه که در دنیای من چطوری پدیدار شد معلم بودن. چرا من میرم سر کلاس؟ الان این کلاس برای من چطوری داره معنا میشه؟ این نگاه پدیدار شناسانه است. در مقابلش نگاه معرفت شناسانه. ما میتونیم بریم یه تعداد معلم موفق رو بگیریم، هر صورت که بگیم پژوهش کمی هم میخوایم بکنیم، بریم یه تعداد از کار مثلا اون که اون آکوردا و اینا رو مثلا فرض کن اندازه میگرفت و همه رو داشت با بستری میخواست موسیقی رو بفهمه، میگفت چقدر قشنگه که اینا دارن با هم دیگه، اصلا همه دستاشون عین هم دیگه مثلا داره میره میاد، بعد اون یکی یه دفعه متفاوته، حتما اونجا چیزی هست. میخواست از اینا پی ببره که لابد اونجا چیزی هست. اما اون کسی که داره موسیقی رو میشنوه و ساز اون رو جداگانه داره میگیره، ساز اون رو جداگانه و در دنیای این داره تجربهش میکنه، اصلا یه چیز دیگه ایه. میرفتیم یه چند تا معلم خیلی خوب موفق رو پیدا میکردیم، بعد راجع به اینها پژوهش میکردیم، یه چند تا صفات رو، یه چیزای مشابهی تو اینا پیدا میکردیم، میگفتیم صفات معلم خوب این است، صفات مادر خوب این است، ویژگی های مادر خوب آن است، بایستگی ها، اینا چه کارهایی باید بکنن، چه کارهایی نباید بکنن. بعد هم میرفتیم اینجا اینا رو برمی‌داشتیم کتاب میکردیم، به بقیه آموزش میدادیم. اما این چطوری ممکنه دسترسی بده به اونی که الان، مثل شنایی که گفتم، به اونی که الان شناگر ماهره؟ یه دونه از اون مادرها چی میکشه تو این حرفا پیدا نمیشه. شما فقط یه حرفا کلی داریم میزنیم، از بیرون داریم نگاش میکنیم. اما نگاه هستی شناسی، پدیدار شناسی از درون داره نگاه میکنه، میبینی که در این دنیا چجوری داره پدیدار میشه. الان داریم راجع به چی میگیم؟ چه چیزی داره چجوری پدیدار میشه؟ معلم بودن. به این صحبت کردن
و مطالعه درباره معلمی و چی؟ واقعا معلم بودن تفاوت بسیاری وجود داره. برای همین هم شیوهش هم فرق خواهد کرد. معمولا این شکلی است که ما میدونیم که معمولا برای موضوعات مورد مطالعه معمولا ما تو دانشگاه از روش‌های اپیستمولوژیک استفاده میکنیم. خب مخصوصا پژوهش‌های کیفی، حالا دانشجوی عزیز ما هم میدونن دیگه پژوهش‌های کیفی خیلی کم مثلا مورد توجه واقعه، به خاطر که شاید درک عمیقی از روش‌های کیفی از الگوهای هستی شناسی پیدارشناسی توی پژوهش‌های دانشگاهی خب کمتر ممکنه وجود داشته. بیشتر ما دوست داریم سنجش کنیم، اندازه بگیریم، معیار بذاریم، نمیدونم رابطه پیدا بکنیم بین این و اون رابطه هستش. اوکی، بین این که بین یه چیزای رابطه هستش، اما من که الان انداختی وسط 4 متری، اونجا کجا میتونه به داد من برسه؟ استادی معرفت شناسانه در یک موضوع چی میشه؟ به دانستن فرد منجر می شود. بسیار خوب است، بسیار لازم است. ما با این همین تکنولوژی و ویدیو پروژکشن و کلا همه اینا رو با همینا ساختیم، بسیار خوبه. اما سوال من راجع به دنیای انسانیه، نه تکنولوژیک. در دنیای ما خب استادی هستی شناسانه در یک موضوع به چی منجر میشه؟ به بودن. گفتیمش، الان هم شما دارین دانشی اینو میفهمید، اما مثل یه دوره کارگاهی نیازه تا در جان ما بنشینه و ما بشیم اون شناگر، ما خودمون بشیم. کاره. ما برای دسترسی به خلق معلمان از رویکرد هستی شناسی و روش آموزش چی؟ پدیدار شناسی استفاده میکنیم. پس روشمون روش هستی شناسی پدیدار شناسی شد، در مقابل اینه که دانش بیاموزیم. راستش اینه که معلمین به خوبی میفهمن و میدونن که وقتی که دانشی در رابطه با اینا صحبت میکنیم، موقعی بهش میگن آن د کورت، کف کلاس درس، وقتی که مواجه میشن با یه موضوعی، با یه موقعیت خاصی، اون دانش ها به دادشون نمیرسه، اصلا یادشون نیست اونا. اگر اینجوری بود، فرزند ما که الان کنکور داد میرفت توی دانشگاه رشته مدیریت میشست، همین که چند ترم مدیریت خواند، چه خوب شد ما میذاشتیمش مدیر ایران خودرو دیگه، نه؟ مدیری شرکت هایی میذاریم؟ این که هیچی. سر ساختمون بچه هایی که از عرشبتی دانشگاه آقای مهندس خانم مهندس میان، خب خانم مهندس چی بهشون میگین؟ میگن این جوجه مهندس ها که اومدن، به خاطر که اون کسی که این کار است از جنس بودنه، نگاه میکنه میبینه اون یه چیزای خوبی خونده، اما کی میتونه تو 4 متری شنا کنه؟ اصلا یه چیز دیگه است. معلمینی که بودنشون معلم بودن شده به خوبی در میابند که کدوم اینها کار میکنه، ورکابیلیتی داره، کار میکنه، کدوم اینا مثل ماشین معیوب کار نمیکنه. هر دوتاش هم مورد نیاز البته، ولی ما داریم راجع به کدوم صحبت میکنیم. ذهنمون رو پاک کنیم. اینجوری نیستش که بگیم یکیش بده یکیش خوبه. 2 تا چیزه در 2 جا کاربرد دارد. همین الان ما داریم پایان نامه‌های رو چیز میکنیم. این بچه‌ها ایشون الان پایان نامه‌شون تو رشته ذهن مغز تربیت توی مثلا علوم شناختی دارن چیز میکنن، میگذرونن. خب اونم یه کار بسیارم کار عالیه، ولی اون چیزی که جلسه ما راجع بشه چیه و چه چیزی نیست، داریم اینو با هم دیگه صحبت میکنیم. سوال شماره 3، زیرساخت سوم، ابراز چیست؟ ابراز چیه؟
کسی ایده‌ای داره؟ همه کسایی که اینا رو قبلا ندیدند آیا ایده‌ای دارن؟ ابراز، اونی که از بیرون میبینن از ما، خود بودن رو هیچ کی نمیبینه. عمل کردن، طرز بودن. عملا این سه تا میتونن که ابرازهای ما رو شکل بدن. یه تعدادشون دوینگاست، کارهایی که میکنیم، رفتارهای ماست. درسته؟ دوینگ کار ما این کارا رو میکنیم. یه تعدادشون the way of being، طرز بودن ماست. ببینید دوینگا میشه اون چیزایی که ما عمل میکنیم، انجام میدهیم. اونایی که میگوییم، اونایی که با بادی لنگویجمون میگوییم، رفتار هنوز. یه چیز دیگه هم بگم، چهارمش چیه؟ بگید. اونایی که نمی کنیم ولی داریم باش حرف میزنیم. بعضی از دوستان دارن میخندن، مثل که خیلی زبانش رو خوب بلدیم. خیلی وقتا با یعنی not doing، خب با این داریم حرفمون رو میزنیم، ولی از جنس doing. در مقابل اینه که ما یه کارایی کردیم، بلند شدم الان عصبانی شدم، پشتم الان پرخاش کردم، پشتم الان یه عرض شود که حرفی رو شروع کردم گفتن، داد زدم، اصلا بلند شدم اینجا دست به یخه شدم، دعوا کردم، نمی حرفا. در مقابل این ممکنه که الان هنوز وقتش نرسیده ولی آمادم ها. اونا چی میشه؟ اونا بهش میگیم the way of being، طرز بودن من، شامل نگرش های من، attitude. راجع به این چیز نگرش مثبت دارم یا منفی؟ راجع به هیجانات هنوز درونیه. ببین من اینجا نشستم، خب هنوز هیچ کاری نکردم، اما در درون دارم عرض شود که خشم دارم، یا برعکسش شادم، راضیم نسبت به چیزی. ایموشن، هیجانات من. سومیش چیه؟ سومیش عرض شود که اون حالات بدنی. دیدین یه بچه رو میگین که تو کلاستون میگین باید بیا جلو اولیا امروز صحبت کنید، خب از دیروز هم رفته مقالهش رو آماده کرده، حفظ کرده و این حرفا، الان اومده اینجا هنوزم شروع نکرده، هیچ دوینگی نداره، اما از درون داره چیه؟ این ارتعاشات قشنگ داره حس میکنه، اضطراب. بعد حالات بدنی، دست چی شده؟ عرق کرده، صورت چی شده؟ سرخ شده، نمیدونم. خب هنوز اینا به دوینگ نرسیده، اما طرز بودن منه. یا برعکس بسیار آماده است، شادمانه، این حرفا. و به غیر از اینا هوینگ‌های ما، اون چیزهایی که داریم، مثل دانش‌های ما، مثل مهارت‌های ما، مثل خیلی بامزه است. گاهی اوقات آدما، یعنی خیلی وقتا اون جایی که ما دنبالش میگردیم، اهداف تربیتیمون رو مینویسیم، خب اهداف دانشیه، اینا رو بدونه، این مهارت‌ها رو هم داشته باشه. خیلی دیگه بخوایم خوب بنویسیم، میگیم که ببین اون این کارا رو هم انجام بده. حالا با مزه است که توی قصه تربیتی خیلی بیشتر، این قصه تربیتایی که اینجا توی ایران پرورشی بهش میگیم، خب خیلی بیشتر اینا هستش، اما عین همینا توی قصه ریاضی، فیزیک و اینا هم هستش. اهداف رفتاری مینویسیم. بتواند 3 تا از 5 تا کتاب ارشد که حکیم نظامی را توی اینقدر وقت مثلا بتواند بگه، این مسئله اینجوری فیزیک را بتونه بگه، اینا بتونه حل بکنه. اینا همه رو ما داریم توی دوینگاش داریم میبینیم. مشاهده پذیرها. جای یه چیز خالیه، چی؟ آیا جولای جای چی خالیه؟ شما استاد بگین جای چی خالیه؟ بگین. بینگ. خود این کوشش،
خود اون منشأ کو که اینا پدیدارهاش بودن. کجا ما راجع به بینگ صحبت کردیم؟ بینگ با the way of being فرق داره. این طرز بودنه، اونجا خود بودن. خود بودن هیچ شکلی نداره، اما منشأ. معلمی که اون چه که انجام میده، صبح داره میاد، نمیدونم تا دیر وقتی داره میمونه، داره به لحاظ درونی میسوزه برای رشد فرزندانش، به خاطر اینکه بینگ بودنش بودن معلم بودنه، از اون جایگاه میره دانش‌های رو هم کسب میکنه، مهارت‌های رو هم کسب میکنه. از اون جایگاهه که اون چه که میگه، اون چه که انجام میده، اینا همش خب معلم بودن رو شما نمیتونین نشونش بدین. اصولا بودنها رو نمیتونین نشون بدین. همیشه ما پدیدارهای بودن رو میتونیم نشون بدیم. شما محبت رو نمیتونین نشون بدین. محبت رو نشون بدین، چون میخواید نشونش بدین. میگه گل داد به من، لبخند زد به من، یا حتی دعوا کرد از سر محبت. ما دوینگا و هاوینگا و the way of being ها، ابرازها رو میتونیم ببینیم. طرز بودنهای مختلف رو میتونیم ببینیم. تصور کنید رنگ آبی رو تصور کنید، رنگ آبی. الان تصور کنید رنگ قرمز، تصور کنید. تصور کنید رنگ سبز، تصور کنید رنگ زرد. خوب رنگ زرد رو تصور کنید. یه قرمز رو الان خوب تصورش بکنید، چون خیلی قرمز داره، راحت. حالا رنگ رو تصور کنید، اون وسطیه. درسته؟ ما the way of being ها، پدیدارها رو میتونیم ببینیم و میبینیم. توی کلاس هم خیلی وقتا راجع به اینا صحبت میشه. معلم باید بتواند کنترل هیجانی داشته باشد، باید بتواند که در موقعیتی که پیش آمد نمیدونم صبر پیشه کنه، اگر لازم باشد یه عالمه با دستورالعمل‌هایی میخوایم این قصه ها رو حل کنیم. اما از خود بینگ به نظر میرسه که غافل میمونیم تو گفتگوامون، هرچند که خیلی از جمع حاضر میدونم که خب عمل کردن راجع به این. پس معلم بودن و سوال 3 ما، معلم بودن رو در کجا داریم جستجو میکنیم؟ بودنه. در کجا داریم جستجو میکنیم؟ بگید. در بودن، در بینگ، نه در پدیدارهاش. از الان تا پایان هر وقتی که با هم دیگه گفتگو کردیم، هر وقت گفتیم ابراز، شما یادتون باشه که یعنی طرز بودن، طرز عمل کردن، یعنی doing ها، the way of being ها، having ها، اینا رو بگین ابراز ها. خب بنابراین بسیاری از کلاسایی که کلاسای آموزش معلمینه و با روش معرفت شناسانه داره آموزش میده، کجا رو نشونه گرفته؟ بگید. ابرازها رو، پدیدارها رو. ما کمتر راستش جایی دیدیم که اصلا اینا یه لحظه ایزه بدین، اینا پاوز. ما راجع به یه چیزی دارم حرف میزنم، راجع به گوهر معلمی، جوهره معلمی. این از سر اینی که معلمه هر موقعیتی هر کاری لازم باشه میکنه. کی گفته همیشه معلمین باید صبر پیشه کنن، نمیدونم عصبانی نشن؟ ای بسا که تربیت اونجا اقتضا میکنه که تو این لحظه اتفاقا شما باید از سر محبتت، از سر معلم بودنت و نه از سر هرس خوردنت، عصبانی شدنت، اونجا باید الان یه عرشبت که حرکتی رو انجام بدی که برای اون دانش آموز خیلی راحت هم نیستش، ولی اونجا دارین شما در مسیر تربیت دارین گام برمیدارین. کی به شما میگه کی وقت چیه؟ از بیرون هیچ معیار چکلیستی نداریم. معلم باش اونجا عمل میکنه. میگید نه، به من بگید مادر بودن رو کی میاد به مادران میگه در هر لحظه چیکار کنی؟ کی میاد به پدران میگه در هر لحظه چیکار کنی؟ کی میگه؟ پدر بودن، مادر بودن،
پای سعادت اون بودنه، من جمله از چیزایی که توش مهمه اینه، پای سعادت این بچه وایسادن موجب میشه که من الان یه کاری رو بکنم. پای سعادت بچه وایسادن از جنس همون بیشکلاست. شما میدونین که این پای سعادت بچه بخوام وایسم یعنی وقتی که بزرگ شد الان کدوم رشته بره، کدوم رو شغل رو پیدا کنه، اصلا تو کدوم، میدونین اینا رو؟ اما پای سعادتش وایسادین. یه طوری پدیدار میشه، اما شما از اول تا آخر پای سعادتش وایسادین. شکل نداره، زمان نداره، مکان نداره، اما منشأ همه دوینگای ماست و منشأ همه طرز بودنهای ماست. سال 3 رو گفتیم. سال 4. سال 4 چی بود؟ چیه؟ حالا اینکه گفتین خیلی خوب، دست شما در نکنه، من چی کار میتونم بکنم؟ آیا منم میتونم دسترسی داشته باشم؟ آره؟ آیا میتونم که معلم بشم یا معلمی یک امر ذاتی است؟ یه امری است که بعضیا دارن، اصطلاحاً میگن گیفتدن، بعضیا هم ندارن، نوش جانشون که دارن. ما بلند شیم بریم هر شاید که سر کلاس حداقل کاسبیمون رو بکنیم ها. میدانیم که اینا رو داشتیم باید. هیچ کدوم از ابرازهای ما خود ما نیستیم. قبول دارین یا نه؟ قبول دارین؟ خود من عصبانی، خوشحال، صبور، غیر صبور، خود من، اینا میشه ابرازهای من دیگه، درسته؟ پدیدارهای من میشه. بسته به اینکه اون موقعیت چی بود، طرز بودن و عمل کردم داره شکل میگیره. بسته به موقعیت پدیدار میشه طرز بودن و طرز عمل کردن. اینجا الان وقتشه که با محبت و چشم پوشی برن. اینجا وقتشه که اتفاقا چشم پوشی با محبت ولی چشم پوشی نکنن. تو همون موقعیت ما میتونیم طرز بودن و عمل کرده دیگه‌ای هم داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی آقایون محترم از راه رسیدن خونه خسته، بعد در ضمن یه اضطراب مالی هم الان پیش آمده، این حرفا، اومدم رسیدم خونه، این بچه کوچک اومده داره صحبت میکنه، بابا جون فلان حرفا، و اینم حوصله‌شو نداره. برو بابا ولم کن، اصلا چه میدونی چه خبر دنیا پشت اومده این حرفا. خب خانم خونه میاد جلو، یه چه خبرته؟ چرا سر بچه داد میزنی؟ میگه تو چه میدونی من عصبانی ام، من فلان حرفا اینجوری شده حرفا. میگه نه هستی که باش، چرا داد میزنی؟ این بچه چرا داد میزنی؟ این گفتگویی که الان نقل کردم داره یه چیزی به ما میگه. داره چی میگه؟ یعنی شما در اون موقعیت باورتون اینه که شما در اون موقعیت میتوانستید ابرازهای دیگری هم داشته باشید. اون کسی گفت من عصبانی بودم پس دعوا کردم، داره یه جوری به نظر میرسه که میپوشونه این حقیقت رو، داره خودشو توجیه میکنه. ما در هر موقعیتی اون بینگ بسته به موقعیت یه طوری پدیدار میشه. سوال، چه چیزی موجب میشه؟ عجب سوالیه. ما قبول داریم که تو موقعیت یه جوری پدیدار میشه، اما چی باعث میشه که ما اینطوری پدیدار شیم؟ نظر بگید چی؟ واقعا مجموعه دانش و مهارتاتونه؟ خدا وکیل مجموعه دانش الان دانش و مهارتایی که این بچه‌های ما داشتن که برشبت که تربیت بدنی عالی شدن، وقتی افتادن وسط 4 متری دانش مهارتش به دادش میرسه؟ چی؟ تجربه زیسته کجا دیگه؟ تدبیر شما و فکر شما از کجا میاد؟ انتخابتون از کجا میاد؟
چی؟ شما آزادی میتونید انتخاب کنید، اما که این انتخابی کردین و انتخاب کردین از کجا میاد؟ بگید یه کمی داره چهار میشه، شما بگید بلند بگید. اینی که اون لحظه چه فکری میکنید و چه احساسی میکنید از کجا میاد؟ مدیریت زمان که میکنید یه دوینگ شماست، از کجا داره میاد؟ بودن که چیزی نیستش که. آخه اینی که هستین که همون نیستش که الان میتونست داد بزنه، همون نیست که میتونست داد نزنه. پس اینی که هستین که کدومشو داره میده؟ با توجه به چی؟ چی جوری مثال میزنی؟ مثال بزنی. من دارم راجع به آن د کورت صحبت میکنم، نه راجع به وقتی که شما، یعنی تو کف کلاس درس یا کف زندگی تو خونه با بچه هامون، نه راجع به وقتی که ما دانشی داریم به موضوع نگاه میکنیم و تصمیم میگیریم، نه وقتی که این موضوع رو فراروی خودمون آوردیم داریم نگاهش میکنیم، نه اون موقعی که داریم زیست میکنیم بدون فکرای عقلانی، عقله یعنی پرزنت ات هند، داریم زندگی میکنیم اونجا یه تصمیم میگیریم. سوالم اینه که اون تصمیم از کجا میاد؟ بفهم. اونایی که شده ملکه من از تجربه زیسته‌ای که گفتین، از موقعیتی که گفتین، خب بیان اینا رو که گفتین و خب با هم دیگه جمع کنیم ببینیم چی میشه. من سوالی که به نظرم میرسید اگه امروز ساعت 2 جلسه داشتیم دارم میخواست که بپرسم این بود که این که دنبال این هستیم که فکر، خلاقیت، تفکر، خب سوال این بودش که فکر از کجا میاد؟ اون فکری که من کردم که پدیدارشه، اندیشه شده. اینجا زیرش تقلب کرده. معلمین محترم، چه چیزی موجب می شود که در یک موقعیت طرز بودن عمل کردن خاص، مثلا این طرز بودن عمل کردن داشته باشیم؟ پاسخشو داده، گفته اینطوری که اون موقعیت برای من نمود پیدا کرد من رو به کار میگیره. الان اومد جلو، من اینطوری داشتم میخریدم میرفتم، خب یا اینجور بگم چند تا از دانش آموزای شما اومدن گفتن که خانم فکر کنم شما اما ناراحتین. چند تا؟ بعد میگه بابا من اصلا توی فکر خودم بودم، اصلا نمی‌دونستم. اما مسئله نیستش که اینه که شما همیشه خندان وقتی میومد جلو باهاش میگفتین سلام چطوری عزیزم خوبی، این الان که داشتین رد میشدین اینجوری نکردین. خب این موقعیت برای این بچه چطوری معنا شد، چطوری پدیدار شد؟ خب سوالم اینه که این وسط چیزی که موجب می شود که یک موقعیت چی بشه؟ معنا بشه. این وسط رو من دارم سوال میپرسم. سوال به قدر کفایت عمیق ولی به صورت روزمره توی لحظه به لحظه ما هستش. بیان با هم این بررسی کنیم. واقعیت آنطوری که هست، اگر همه چشم خاموش باشه، کسی تو این دنیا نباشه، کسی این را نمی بیند. تا اینکه یک مشاهده‌گری مثل همه ما مردم هر شاید که اینجا حضور داره مشاهدهش میکنه. اما اون چیزی که داره مشاهده میشه، خب مثل اینکه از یه لنز شناختی این وسط داره عبور میکنه که این پشت یه طوری این پشت به نظر میرسه. ایشون داشته رد میشده، سلام نکرده،
این به نظرش رسیده که از ایشون ناراحته، معنا کرده تو دنیای خودش، آنطور به نظر میرسد. برنامه شروع کرد یه جور خاصی عمل کردن. چه چیزی موجب شد که این واقعیت بیرونی اینجوری به نظر برسه؟ چه چیزی واقع شد؟ چی؟ اون لنز شناختی، اون زمینه های ذهنی که گفتین از تجربه ها میاد، گفتین از اون مفاهیم قبلی میاد. اینی که نخندیدن چطوری داره معنا میشه برای من یه پیشفرض دارم اینجا که هر کی اینجوری بود با من ناراحته. مثلا رفتار دیگران داره با من معنا میشه. پیدا میکنید این لنز شناختی که این وسط هست که اینا رو معنی میکنه. اینی که ایشون اینجوری رد شد یعنی با من ناراحته. ما سراسر آکنده ایم از همچین چیزی، سراسر. چرا آمدم اینجا؟ موقعیت چی جوریه؟ نمیدونم. همه اینا داره چی میشه؟ بسته به اینکه اون موقعیت چی جوری برای من پدیدار شد، چه چیزی موجب میشه که اون موقعیت برای من اینطور پدیدار شه، اینجور به نظر برسه. اون زیرساخت بهش میگیم بستر، کانتکست، زمینه ذهنی منه. نگاه کنین اینجا رو. عملاً اون لنز شناختی اومده این رو پیش برده. حالا این باعث میشه که من یه کاری بکنم. به نظرم رسیده که به من بی احترامی کردید. حالا چیکار میکنم؟ یه طوری ناراحت میشم طرز بودنمه، یه طوری عمل میکنم، یا میرم میگم یا نمیگم این حرفا. خب یه طوری زیست ما بدون اینکه فکر کنیم، مثل رانندگی است، بدون اینکه فکر کنیم تحت تأثیر اینه. و کاگنیتیو ساینس اومد اینو واسه ما باز کرد. این به داد ما رسید. سوال این، نگاه کنین، این موجب شد. اینو خواهش می‌کنم کاملا با من باشید. یکی از اون بنیادی ترین نکاته راجع به این باید ما زیست کنیم و استادی تو این پیدا کنیم و تو خودمون پیداش بکنیم. لنز شناختی ما باعث شد که ما در نهایت یک کارایی رو بکنیم. به این میگن که این زمینه های ذهنی، بستر ذهنی، کانتکست، این شما رو به کار گرفت. سوالم اینه، مادران محترم، در نیمه شبی که بچه نخوابیده دلش درد کرد، چه کسی شما را بیدار کرد و به کار گرفت؟ کی؟ اینی که در دنیای من بچه، مسئولیت من، نه چجوری پدیدار شد. مدیران محترم، چه چیزی موجب می شود که یک کسی به موقع سر کار بیاد، به موقع شروع کنه کارش و کامل کارش رو انجام بده، و یک کس دیگری عرض شود که لاابالی سر کار بیاد، کارش خیلی مسئولیت نگیره بابت کار کردنش؟ چه چیزی؟ استاد نیکایی، لنزش، اون زمینه ذهنیش، چه چیزی موجب می شود که اون معلم خب وقت اضافه بذاره، کار اضافه بکنه و یکی دیگه میگه که ولش کن بابا دیگه اینقدر بسه دیگه. یک کسی پای بی‌نهایتش وایساده، یک کسی دیگه میگه بابا اینقدر بسه دیگه، کاری نداره. چه چیزی آدم ها رو داره به کار میگیره؟ پولم بهش ندادین ولی داره این کارا رو میکنه. چه چیزی؟ این لنز شناختی ماست، زمینه های ذهنی ماست. اینی که موجب میشه که الان که این بچه ها الان توی این موقعیت هستن، نزدیک امتحانشونه، اینجا من اینجا باید چه کاری انجام بدم، یا تو فضای تربیتی یا توی یک دانش آموز، چون این داره یه انسانیه، همه انسان ها اینجوری هم. کی عرض شود که میتونه یه بچه رو روزی 12 ساعت 13 ساعت بشونه یه جوون اینطوری بشینه مثلا شروع کنه کار کردن؟ آیا بیزاد چند ساعت میشه یه بچه رو نشوند؟
به زور اینو خودش انگیزه نداشته باشه، به زور دعوا، به زور بچه خوب بچه بد. چقدر خیلی هنر کنیم 3-4 ساعت. بچه‌های شما چند ساعت میخوندن؟ سالها ایشون بچه‌ها رو بردن تا کنکور رد شد. چه کسی بچه‌ها رو میشوند 12 ساعت 13 ساعت؟ این ببینین داشت درس خوندن براش، این ساعت که دارم کار میکنم داشت برای این اینطوری پدیدار میشد که من پشت صندلی دانشگاه نشستم، به من میگن آقای مهندس، به من میگن خانم دکتر، به من میگن فلان. خب در این داشت اون رو میدید و به کار میگرفتش. در بچه ها اینجوریه، در معلمین هم اینجوریه. پس سوال ما اینه که عرصه عمل کرده رهبری آموزشی کجاست؟ آیا مثل خیلی از ماها میره حمله میکنه به اینکه همتون باید اینطوری عمل کنین، استاندارد میذاره، یا چی؟ بگید. یا چی؟ یا اینجا داره کار میکنه. لنز شناختی رو من دارم تغییر میدم، لنز داره بچه ها رو به کار میگیره، زیستشون اونطوری میشه. لنز شناختی چیه؟ اون شبکه مفاهیم، باورها، ارزشها، بستری که داره موقعیت رو برای من به گونه خاصی معنا میکنه. حالا برگردم سوال 4. آیا راهی برای خود معلم بودن وجود داره؟ میشه یه کاری بکنیم که زیست آدم ها معلم بودن بشه؟ به نظرتون چیه جوابش؟ بله. راهش چیه؟ راهش اینه که ما یه لنز شناختی پیدا بکنیم، یک دنیایی فراهم کنیم، خب که این دنیا پیدا کردنه و دنیا رو ساختنه یه قصه است، مثل یه سفری است که حالا به تعبیر شما تجربه زیسته مفصل توش باید اتفاق بیفته تا اون آدما دنیای خودشون اونطوری بشود، تا بعد اون دنیا آدما رو به کار میگیره. اون دنیا ایشونو کرده چی؟ معلم. بودنش رو کرده معلم بودن. سوال چیه؟ همچین چیزی هست؟ اگه بود چه خوب بود که در درون من کار میکنه، بودن من رو معلم بودن میکنه. آیا همچین چیزی هست؟ جوابتون چیه؟ خوشبختانه پاسخ چیه؟ مثبته. پاسخش چیه؟ همین هنره، همین که داریم صحبت میکنه، هنر معلم بودن. بهش میگیم کانتکستوال، یعنی چارچوب بستری، اون بستر و زمینه ذهنی که فراهم میشه که وقتی کسی در آن استادی پیدا میکند او را آنچنان به کار میگیرد که طرز بودن و عمل کردنش طرز بودن و عمل کردن چی؟ معلم بودن. و زیستن وی نوع خاصی زیستن میشود که آن را معلم بودن مینامیم. هر چی که بگم الان دیگه ادعاست. دوستانی که در گذشته این سفر رو طی کردن و خودشون پایکار بودن و تجربه هایی داشتن تو این زمینه، اونا باید که حالا بیان برای ما بگن که ما چه دیدیم، چی شد، چطوری من یک کس دیگه شدم. پره، خیلی هم اینجا حالا فیلم های زیادی هم فرصتش نیستش، ولی اجمالاً داشتیم میگفتیم که ما داریم راجع به چه چیزی صحبت میکنیم. آخرین سوال که دیگه فرصتمون رو به پایانه اینه که در حضور رهبر آموزشی، این شعاع وجودی که داره، در حضور رهبر آموزشی آموزش چگونه خواهد شد. این به جهت این که به کرات اینو درسش دادیم و عرض میکنم تو این سال گذشته مدارسی هم اومدن و شروع کردن کار کردن. من فقط تیتروار میگم چون الان موضوع ما خود معلمه، نه وقتی که معلم رفت با بچه ها چی جوری کار میکنه اونجا. اون رو حالا انشاءالله با هم دیگه خواهیم دید بعد. یادگیری با 2 عنصر عاملیت.
و خلق اشتراکی دانش اتفاق میافتد. عاملیت یعنی چی؟ ایجنسی. یعنی من معلم یه کاری میکنم که او پاش وای میسه. من معلم یه کاری میکنم، باورتون میشه، که مخرج مشترک گرفتن حتی برای بچه دبستان. ما اول خیال میکردیم اینا مال دبیرستانه. بعد با این مدرسه‌ای که بعضی از دوستان اینجا الان هستن هفته پیش اینجا ارائه کردن، واقعا دیدیم که بچه دبستانی ایجنت میشه. او وقتی عامل شد یا ایجنت شد، عامل شد، این یعنی مسئولیت یادگیری خودش به عهده میگیره، کار داره باهاش. عین همین هم توی تربیت دینی داریم دوستان. منظورمون از تربیت دینی چیه؟ دنبال این هستیم که مثلا دنبال رفتاریم، دنبال یه دانشایی هستیم، یعنی که او خودش مسئولیت رو به عهده بگیره و بره. اخلاق، بحثای اجتماعی و هیجانی، سوشال ایموشنال لرنینگ، همه اینا قصه اینه. و تو پرانتز یه چیز بهتون بگم، در آستانه هوش مصنوعی و اون باد و طوفانی که داره میاد در عرصه‌های مختلف زندگی، من جمله ایژوکیشن، تا بچه‌ها عامل یادگیری نباشند، یادگیری تحقق پیدا نمی‌کند، یادگیری عمیق نمی‌شود. دیدین یا ندیدین دوران کرونا اگر که بچه‌ها مسئله اونا نبود که بخوان یاد بگیرن، نمره‌ها چی شد؟ بگید. نمره‌ها چی شد؟ زیاد شد. یادگیری چی شد؟ کم شد. چرا؟ چون مسئله اون نبود. هنوز ما معلم محور داشتیم پیش می‌رفتیم. اونی که در دنیای بچه‌ها بهش میگیم صدای بچه‌ها و با انتخاب‌های بچه‌ها شکل میگیره. میترسم برای بعضی از دوستانم خیلی دیگه تکراری بشه، من فقط عنوان‌هاشو میگم. اینکه چطوری میشه حالا نمونه‌هاشو میتونیم با هم دیگه بیشتر ببینیم بعداً. و بچه‌ها مالک یادگیری خودشون میشن و از جایگاه اول شخص راجبش حرف میزنن. اینو میبینین؟ اینو میشناسین؟ پیداست؟ هفته پیش از دوستانی که معلم بودن همه من اینجا پرسیدم، اون مدرسه داشتن ارائه میکردن همین کاراشو چجوری بچه‌ها با صدای خودشون، با انتخاب‌های خودشون و عملیات خودشون مسئولیت یادگیری رو به عهده گرفتن و رفتن و موضوع آموزشی کشف کردن. خب الان برخی از دوستانی که اینجا هستن جزو معلمینن که خودشون هفته پیش اینجا داشتن ارائهش میکردن. ولی از همه معلمینی که حالا از همه جا دعوت شده بودن من سوال کردم، گفتم که این آخه چرا باید بمیمیم که میمیم یاد بگیرم؟ صدای کف کلاس درس بود. گفتم چند تاتون الان خودتون خدا وکیل میدونید که چرا بمیمیم که میمیم میگیرید و چند تا علاقمندین؟ کیا براشون معنا نشده این قصه؟ بگین کیا؟ برای بقیه قشنگ معنا شده. بمیم همینجوری ولتون کنم میریم بمیمیم که میمیم میگیرین؟ ابراز طبیعیتون بمیمیم که میمیم شده؟ پس چرا این بلا رو سر بچه‌ها دارین در میارین؟ جلگه عراق کجاست نمیدونم فلان. خب سوال اینه، این بچه با این احوالاتی که داره، خب که سوالش اینه که و بعد چند بچه‌ها امروزه بیشتر از دیروز، میدونین دیگه، میبینید خیلی بیشتر از وقتی که ماها درس خوندیم اینا رو میپرسن. اینو نگاه کنین. چرا باید یاد بگیری؟ این چی جواب میده؟ این چی جواب میده؟ به خاطر معلمم دعوام نکنه، به خاطر مامانم. اصیل نیست، خودش رو خودش نیست، به خاطر مامانم، به خاطر معلمم دارم الان چیزی یاد میگیرم. این یکی چه جوریه؟ این یه عکس بسیار معروفیه، حالا ممکنه که بعدها هم ببینید، از کاری که مؤسسه یادگیری عمیق و مایکروسافت و اینا کار کردن و یونسکو اومد معرفی کرد به جهان. این چرا میره یادش میگیره؟ معلمه یه کاری کرده که این شده مسئله من، حالا ولشم میکنه کار خودشه و میره انجامش میده.
و اینجا هم دقت بکنید، گفت به خاطر مسئله خودم، نگو به خاطر خودم. اصلا تمام اون هنره میاد تو این. ما چی کار کنیم تا بچه هامون یادگیری رو با علاقه درونی خودشون دنبال کنن؟ الان شما چیزای خوبی میدونین، هرچند که کمابیش در عرصه عمل یه کمی هم یه دستورزی‌ای کردین، اما آیا شد یا نشد توی این قصه؟ بنابراین یه وصیتی من دارم با ارشادی دوستانی که با همدیگه این مدت پیش رفتیم و اونم این جمله است: برق چشای بچه ها کی؟ میگن آقا ما جشن برگزار کردیم، بچه ها شادن، برق چشاشون رو دیدیم. نه، وقتی که خود موضوع آموزشی رو کشفش کردن. شما باید خیلی کار کرده باشین تا این اتفاق بیفته. شما باید که یه طوری اون بستر و زمینه ذهنی رو فراهم کرده باشید که اتفاقا همین بمیمیم که میمیم اصلا مسئله باشه. کارش گیر کرده به این، پروژهشون اصلا گیر کرده به این. وقتی کشفش کرد نگاه میکنیم که اصلا مسئله این بچه حل شده. و یادگیری عمیق از سر آزادیه. یعنی چی؟ از سر اجبار یادگیری عمیق نمی شود. از سر کامل، از جایگاه کامل بودن. ما همیشه بچه ها میگیم ببین تو الان کمی ناقصی، کامل نیستی، تو باید که حتما بری، منم ارزیابم، بری نمرت بشه مثلا فرض کن 20، الان تو شدی 18، اون وقت تو بچه خوبی، دختر خوب، پسر خوب. و این انتظار داریم که این گپ بچه ها رو به کار بگیره که برن و درس بخونن. این دنیا کاملا متفاوته با وقتی که این مسئله خود اون بچه شده و داره عمل میکنه، از جایگاه کامل بودن داره عمل میکنه. کسانی که با عشق یا حداقل اوقاتی رو تجربه کردید که با عشق قدم برداشتید رفتین سر کلاس، خب، و اونجا مسئله درونی شما بوده که با اون کلاس برین، کار داشتین و دنیای شما را به کار گرفته بود تا این عمل اتفاق بیفته که شما برین. شما اونجا تجربه کردین که دنبال این نیستین که مثلا فرض کن ساعت حضور غیاب بیشتر بشه یا یه چیزی. خب از جایگاه کامل بودن و از سر آزادی عمل کردین. با مزه است که خیلی وقتا باید می‌رفتین یه یاد می‌گرفتین، ولی که تو فلان جا مثلا قراره که به بچه‌ها کمک بکنیم. اینا رو برای خودتون یادداشت کنین، شاید همینطوری یادمون نمونه تعداد چیزایی که داریم میگیم. آخراش دارم میگم دیگه، داریم میرسیم به آخرای قصه. بشارت که این چند تا اسلاید آخره. چه فرقی است بین مدیریت و رهبری؟ چه فرقی؟ مدیریت کلاس درس، مدیریت مدرسه یا رهبری کلاس درس، رهبری ما، چه فرقی است؟ ببین کاریزما هم نگیم، چون کاریزما وقتی است که پشتوانه فرمان من شخصیت منه. الان این کارو بکنید، بعد شما به خاطر که من گفتم میکنید. هنوز فرق داره وقتی که من یه کاری بکنم، یه زمینه ذهنی ایجاد بکنم که شما خودتون انجام بدین، من نباشمم انجامش میدین. خب با چیزایی که گفتیم بگین. رهبر کجا اثر داره میذاره؟ فرق اینا اینجاست. مدیریت عموما در ساحت کنترله، کنترل هم در ساحت پدیدار هاست، با نمره بچه ها، با تعداد تکلیف دادن، با حضور غیاب معلمین، با نمیدونم تعداد، با چیزای مشاهده پذیره. اما رهبری نقطه‌ای که داره اثر میذاره نفوذ در قلب هاست. خب مدیران تابعان رو میسازند، رهبران رو میسازند
وقتی که گفتم اون بچه ایجنت شد، اون بچه عامل شد، یعنی من یه کاری کردم که او رهبر آموزشی خودش شد. اصلا قصه رهبری آموزشی از اینجا بازی شروع میشه. فولان داره میگه که دیگه انقدر این تکراری بود، من گفتم بعضی از دوستانی که خب قبلا اینا رو دیدن توی اون کلاس درس خسته نشن. یادتونه میگفتش که ما اول میترسیدیم که اختیار رو به بچه‌ها بدیم، رهبری رو به بچه‌ها بدیم، رهبری پیشرفتن رو. شما زمینه ذهنی رو بساز، بگو که این بچه پای چی وایسه، خودش وایسه، بعد اجازه بده با انتخاب‌های خودشون، عاملیت خودشون و اونا میرن کارایی میکنن که شما انتظارشو نداشتین. یه اتفاقایی میفته که وقتی که خودش عامل شد با انگیزه درونی خودش انجامش میده و پیش میره. این جملات، این لغات رو برای خودتون داشته باشین. اصالت، حالا دیگه به خودش اصیل، با تمامیت، تمام قد پاش وایساده، از جایگاه منشأ بودن و علت موضوع بودن داره عمل میکنه، خودش هم مسئولیتش رو بگیره. چیزی فراتر از خود، فراتر از منیتشه که داره این قصه رو پیش میبره. شما بین وقتایی که ما میخوایم که کنترل کنیم و وقتایی که میخوایم جذابیت‌های بیرونی راه بندازیم، بچه‌ها رو ببرن تو آزمایشگاه، کو آتش فشان را بندازم که اینا بگن واو، که خوششون بیاد، که این درسی که تلخه رو مثلا حالا چند درس علوم یادش بگیرن مثلا. این کجا؟ اونی که وقتی که این کشف شد، یعنی دنیای این یه طوری بودش که اصلا مسئله شده بود این. بحث رهبری آموزشی تمایز بسیار بسیار جدی داره. طرح درس‌های جذاب پاسخ رهبری آموزشی نیستند. همین میگم برید طرح درس‌های جذاب بنویسین. اون بچه‌ای که گفتم تو کنکور وایساد اونجوری بخونه، کدوم یکی از درس‌ها که داشت میخوند جذابیت ذاتی داشت براش؟ ولی توش تو دنیای این یه طوری معنا شده بود که او رو به کار میگرفت، هم برای تربیت دینی، هم برای تربیت حوزه‌های تحصیلی. و این دوتا، دنیای معلم محور و دنیای دانش آموز محور می‌سازن. ما داریم در دنیای معلم محور زیست میکنیم. جهان الان به سمت دنیای، خیلی ادبیات تو این حوزه زیاده، ادبیات تحقیق که داره راجع به دنیای دانش آموز محور صحبت میکنه. یه نمونه هایی هستش که الان دیگه نمیرسیم طبیعتاً، با توجه به که الان شما میخوایم برین استراحت کنین، از چیزایی که مثلا بحثایی که تو کنگره 2 سال علوم شناختی 2 سال پیش مطرح شد، خب بعضی از دوستان بودن دیدن. همین هفته گذشته نمونه هایی داشتیم تو مدارس. یعنی 2-3 ساله که معلمین این مسیر رو شروع کردن و خب معمولا گزارشایی که میدن، خب یه تعدادش هم تونستیم فیلم بگیریم، یه مقدار زیادش هم هستش که اصلا اون لحظه رو نمیشه که فیلم گرفت. دارن از فوق‌العادگی صحبت میکنن. همیشه تصور این نیستش که این حرفا یه حرفایی است که محال است. آقا اینا که نمیشه. اون نوبت میگفتن که شما که داشتین ارائه میکردین هفته پیش، به شما چی گفتن؟ گفتن ببین برای مسئله دخترانه میشه، برای مسئله پسرانه نمیشه. برای دبیرستانا که میشه، برای دبستان نمیشه. اونا گفتن برای دبستانا که میشه، برای دبیرستانی نمیشه. خب مانع‌های ذهنی خودشون که در دنیای خودشون این موضوع براشون محال به نظر میرسید، مانع از این بودش که اجازه بدن که اون مدرسه و اون دانش آموزا در دنیای دانش آموز محور و یادگیرنده محور شروع به بالیدن کنند. ولی کسایی که شروع کردن رفتن. از جایی شروع میشه که کسی برای محال و برای اون بی‌نهایت ایستاده بود. من میخوام حرفمو جمع بندی کنم، ببینیم یه بار مرور کنیم تا بعد شما برین و برگردید. مرورم اینه. سوال 1، عرصه تعلیم و تربیت، عرصه معلمی کجا بود؟ گفتیم کجا؟ تو زمین. اونجایی که راجع به ردی تو هندا صحبت کردیم، اونجایی که زیستن شکل میگرفت. یادتونه؟ سوال 2، ما چجوری بریم اونجا رو بفهمیم؟ با کدوم روش بریم؟ گفتیم با رویکرد معرفت شناسانه، دانشی، کتاب بخونم اینجوری نه.
مادر بودن را آنطور که زیست می شود میتونیم پیداش بکنیم. تو دنیای این مادر چه خبره؟ به این روش میگفتیم روش چی؟ هستی شناسانه، پدیدار شناسانه. کجا نتیجهش رو ببینیم؟ نتیجه تربیت رو کجا ببینیم؟ در ابراز بچه ها. در گوشی پرانتز باز کنم، تمایز است بین ابراز و ابراز طبیعی. ابرازی که از سر آزادیه، ابرازی که طبیعی این آدمه، تو ابراز محدود شده. سوال شماره 4، میشه که اینجوری معلم بشیم و در معلم بودن سکنا بگزینیم و زیست ما بشه؟ پاسخش این بودش که بله. یک چارچوبی، یک بستری، یک خلق بستری وجود دارد. دانش به کسی یاد نمیدی. اون کانتکست رو که ایجاد کردی، اتوماتیک اون کانتکست داره او را برای معلمی به کار میگیرد. و به شما میگم که حالا این ادبیاتش از کجا شکل گرفته. و آخریش یادگیری در حضور معلم گفتیم voice, choice, agency and ownership. صدای بچه ها، انتخاب های بچه ها، عامل بودن بچه ها و عرض شود که مالک یادگیری خودشون میشن. باید الان بریم به عرض شود که یه استراحتی کنیم و برگردیم. وقتی برگشتیم ما راجع به 3 تا چیز میخوایم صحبت کنیم. ما فهمیدیم که علت و منشأ رفتار آدمی چیست. یعنی فکر میکنم اگه دوستان اینجا فهمیده باشن که گفتیم چه جمع از یه طرف خطرناک، از یه جهت اصلا من میتونم یه کاری کنم که تو بری اون کار رو انجام بدی. منشأ رفتار آدمی رو که فهمیدم، این تو لایه انسان شناسیه. روی این میتونم چیکار کنم؟ میتونم بیام تربیت رو باز تعریف کنم. وقتی که اینو فهمیدم اون وقت میپرسم، میگم که خیلی خب اینا که حالا تونستی پیداش بکنی، دنبال اون هنر میگردیم که چطوری هنرمندانه طراحی میتونی بکنی و اجرا میتونی بکنی. ما کی اینجا باشیم آقای جواهری؟ کسی سوال و جوابی داره یا همه داره ما رو به کار میگیره که زودتری باشیم بریم؟ کسی سوال میخواد بفهم؟ میکروفون رو بگیریم. ایشون هم فیلسوف تعلیم تربیت هم خودشون دستی در آتش دارن، هم اشارت که خودشون استاد قصه. سال 1957 که شوروی ماهواره اسپوتنیک رو فرستاد فضا، آمریکا خیلی براش جالب توجه بود و خیلی بهش برخورد در واقع که چطور شوروی تونست و ما نتونستیم. سال 1960 که یک کنگره راه انداختن، به این نتیجه رسیدن که ما هر چه ضربه خوردیم به خاطر نگاهی بود که از دیویی گرفتیم و عملگرا بودیم و اون توجه ویژه‌ای که به دانش آموزان کردیم. حالا به جای دیویی بیشترم بگین آموزش پرورش اون سال خیلی تو کنگره مطرح شد. بله. حالا میخوام بگم که وقتی این کار انجام شده، شما راه حلتون برای این داستان چیه که ما توجه زیاد به دانش آموز انجام بدیم، ولی خب در صورتی که از یه چیزای امکان داره که نیاز جامعه هست غافل بمونیم. اینو ممنون میشم اگر بفرمایید. ممنونم. ما گفتیم توجه زیادی به بچه‌ها بکنیم و از جامعه غافل شیم. از جمله آخرتون شروع کنم. اصلا مسئله‌مون اینه که یعنی آموزش پرورش‌ها که وظیفه دارن که بچه‌ها رو برای زیست آینده تربیت بکنن. خب اهداف تربیتی که از جامعه میاد رو که باید اهداف تربیت حالا آموزش پرورش، مدرسه و معلم باید باشه، اهدافی که متناسب با سنین، یعنی اهداف رشدی در نظر گرفته میشه. سوال اینه که اینا چطوری انجامش بدیم، نه که فقط بپردازیم به دانش آموزا و رهاش بکنیم. خیلی اومدن گفتن مدرسه شناختی، یادتون اومدن گفتن این مدرسه که بچه‌ها ولن، آزادن، بعد با انگیزه درونی قرار کار بکنن.
اونا نفهمیدن که عزیزم تو یه معلم چی کار میکنی که اون انگیزه درونش بیاد رو اون بمیمه یا بیاد روی اون قصه که طبیعت دینی داری، یا اون که هدف اجتماعی که شما دارین میگین. ما مسئله‌مون سر این نیستش که ما چطوری تو دنیای learner centered education، یادگیرنده محور، من چطوری اون کانتکست و زمینه ذهنی رو فراهم میکنم تا اون بچه پای یادگیری اون موضوعی که شما از اول در نظر گرفتین وایسه. اصلا هنر اینجاست. یه کمی بیشتر راجع به این صحبت میکنیم وقتی که برگشتیم، به خاطر که بحثمون یه کمی جمع‌بندی بشه و عرض شود که بیشتر بدونیم که چیکار میکنیم. من فکر میکنم که اگر که چیزی پاسخی رو شما رو گفتم، ما ساعت 11 آقای جواهری یه رو فرصت داشته باشیم. ساعت 11 و 5 دقیقه اینجا با هم دیگه شروع میکنیم. خوبه که توی این فرصت که داریم یه کمی با هم دیگه گفتگو کنیم در پیرامون این چیزای گاهی اوقات عجیب غریبی که اینجا داشتیم با هم دیگه. خیلی ممنونم. بفرمایید.